السلام علیکم دوستان عزیز. روز سعید جمعه بر همه شما مبارک باشد. بر شما سلامتی خواهان هستم. امروز جمعه هست 18 اپریل. $100 برابر به 1081 سومانی و این چنین 100 یورو برابر به 1229 سومانی. دوستان عزیز، خاطر انا همین روز سعید جمعه در ویدیو لایک مونین، به کانال ما پادپست کنین. رحمت برای دستگیری. خداوند ای همه شما راضی باشد. و میگذاریم با کورس رو برم. خبر گرفته شد از بانک ملی جمهوری تاجیکستان 1000 روبل به 136 سومون و 60 درم. این پیشگویی نیست، این افسانه یا که دروغ نیست. چیزی که هست ما همون را به شما گفته ایستاده ایم. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و ما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و انیق به شما روان میکنند. و امروز هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. به شما برای کار